سلام علیکم. بفرما بزرگوار. بفرمایید. عزت زیاد. ممنون. جان دو تا سوال جانم. یکی این بعد از پیامبر که گفته 73 فرقه میشن، بله الان ما تاش مثلا دو تاش میشناسیم، این بس کجان شد تا دیگرش کجان مثلا این یک. بله. و در مورد اینکه ابوبکر گفته صدیق و عمر هم گفته فاروقه، این روایتش کجا هست؟ ابوبکر کذابه، ابوبکر صدیق نیست. بله ابوبکر صدیق نیست جان من. اما ابوبکر این که در کتاب‌های عمری زیاده، در کتاب‌های عمری فاروق و صدیق این دو لقب که از امیرالمؤمنین علیه السلام برای ابوبکر و عمر آمده، در اونجا آمده. و اما این روایت دروغه و دست سیاست اینها را درست کرده. و روایات صحیحه در کتاب‌های خود عمری موجوده که فاروق اعظم امیرالمؤمنین علیه السلام و صدیق اکبر امیرالمؤمنین علیه السلام و پیرامون آن مطلب سخنرانی کردن و شواهد را نشان دادن. امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 73 فرقه تقسیم می شود. یکی دو تاش را شما میشناسید، بقیه اینها کجا هست؟ خب خیلی از این فرقه ها امروز موجود. آخر اگر شما امروز فرقه های اسلامی را در دنیا بشمارید خیلی زیاده. بهره، اسماعیلیه آقاخانی، زیدی، شیعه اثناعشری، شیعه اثناعشری طرفدار حکومت ایران، شیعه اثناعشری شیخی، شیعه اثناعشری بله سنتی که نه طرفدار حکومت ایران است نه شیخی هست. از اون طرف برادر عزیز من عمری سلفی، عمری حنبلی، عمری شافعی، عمری حنفی، عمری حنفی دیوبندی، عمری حنفی بریلوی. خدمت شما به عرض برسانم که در باب عقاید الا ماشاءالله فرق خیلی زیاده. همین امروز در عالم اسلامی صوفیه انواع فرقه ها و شاخه ها داره. لذا این 73 که گفته شده، خیلی از محشین و شارحین روایت گفتن که احتمال داره که 73 منظور عدد 73 نباشه، منظور این باشه که خیلی زیاد، خیلی زیاد. و عرب در لغت عرب این چنین هست. مثلا من به شما میگم من 100 مرتبه به شما گفتم، من 70 مرتبه به شما گفتم که فلان کار را نکن. منظور این نیست که من 70 دفعه نشستم حساب کردم 1 2 3. منظور اینه که خیلی زیاد به شما گفتم. این در لغت عجم و لغت عرب این هست. شاید هم دقیق منظور 73 فرقه باشد، یک احتمال این. یک احتمال دیگر اینه که نه، منظور این فرقه های زیاده. بله فرقه های زیاد. حالا در طول تاریخ خیلی فرقه ها بودن که اونها از بین رفتند و از اونها اثری فقط در کتب مانده. مثلا فرقه های خیلی زیادی بودن. کیسانیه بودن، اونها فرقه کیسانیه معتقد بودن به امامت محمد بن حنفیه فرزند امیر المؤمنین سلام الله علیه. فرقه های دیگر زیاد بودن در طول تاریخ. واقفیه بودن از فرقه ها که امامت امام رضا علیه السلام را رد کردن و ائمه اطهار علیهم السلام اونها را لعن شدید فرمودن. فرقه ها زیاد بوده در طول تاریخ، اونها از بین رفته. لذا این کلام که به 73 فرقه تقسیم می شود، اگر حساب بکنی 73 فرقه ولی پیدا کردنش آسانه.